چند روز پیش از نسل ششم گوشی‌های هوشمند سری نوت سامسونگ رونمایی شد. نسل ششمی که واسه انتخاب اسمش سامسونگ یه قدم جلوتر رفت و اونو با نام گوشی‌های هوشمند سری گلکسی اس هم شماره کرد. اما شماره 7 تنها چیزی نیست که گلکسی نوت 7 از سری اس قرض گرفته. طراحی ظاهری نوت 7 تا حد زیادی شبیه S7 Edge هست، ولی با این تفاوت که صفحه نمایش خمیده این گوشی با زاویه متفاوت‌تری خمیده است و دیگه مثل قبل موقع کار کردن با گوشی لمس ناخواسته گوشه‌های خمیده صفحه باعث باز شدن برنامه‌ها و اتفاقایی مثل این نمیشه. نوت 7 صفحه نمایش 5.7 اینچی آمولد داره که کیفیت اون مثل پرچمدارهای قبلی QHD هست. ولی این بار سامسونگ قابلیت پخش محتوا در حالت HDR رو هم بهش اضافه کرده. بزرگترین قابلیت جدید اضافه شده به گلکسی نوت 7 اسکنر عنبی چشم اون هست. یه حسگر بیومتریک جدید دیگه که میتونید باهاش امنیت گوشی نوت 7 تون رو بالاتر ببرید. البته این قابلیت جدید هم مثل حسگر اثر انگشت که تو نسل 4 گوشی‌های سری نوت برای اولین بار اضافه شده بود و اونقدر هم کامل نبود، اینجا هم چندان میعیب و نقص نیست. واسه استفاده از اسکنر عنبی چشم نباید عینک یا لنز روی چشمتون باشه و همینطور زیر نور آفتاب هم این اسکنر زیاد خوب کار نمیکنه. تغییر بزرگ دیگه گوشی نوت 7 ضد آب بودنشه که بالاخره به سری نوت گوشی‌های سامسونگ هم اضافه شده. جالب اینجاست که سامسونگ تاکید خاصی رو ضد آب بودن قلم اس پن هم داشت، ولی جدا به غیر از موارد خاص مثلا زیر بارون، ضد آب بودن اس پن اونقدر هم آش دهنسوزی نیست. خود گوشی هم اگه زیادی خیس باشه بهتون هشدار میده که قبل از وصل کردن کابل بهش حتما بذارید تا کامل خشک بشه. حرف از اس پن شد. مشخصه اصلی گوشی‌های سری نوت سامسونگ امسال هم تغییرات خیلی زیادی تو کاربردش داره. به غیر از ضد آب شدن، ظاهرش هم کمی تغییر کرده و نوک قلم نازک‌تر شده تا حس نوشتن با مداد یا خودکار موقع استفاده از اس پن واقعی‌تر باشه. منوی مخصوص اس پن یعنی ایر کامند هم تغییراتی داشته و قابلیت جدیدی مثل ساختن عکس متحرک از روی فیلم بهش اضافه شده که خیلی قابلیت جالبیه. قابلیت‌های جدید دیگه‌اش هم مثل ترجمه کلمه‌ها و بزرگنمایی و قابلیت گلنس هست که در نوع خودشون کاربردی و به درد بخور هستن. راستی دیگه خیالتون راحت باشه که قلم اس پن کلاً در عکس جا نمیره توی گوشی. نرم افزار نوت 7 هم تغییرات خوبی داره. این گوشی با اندروید مارشملو کار میکنه و رابط کاربری تاچ ویز سامسونگ هم براش کاملاً آپدیت شده و مخصوص سری نوت طراحی شده. قابلیت‌های جدیدی هم بهش اضافه شده مثل دسترسی به چراغ قوه از منوی اعلانات، فیلتر بلو لایت واسه مراقبت بیشتر از چشم موقع کار کردن طولانی با گوشی توی تاریکی و همینطور منوی تنظیمات کاملا جدید با ظاهر متفاوت. حتی قابلیت آلویز آن دیسپلی که توی گوشی‌های S7 و S7 Edge معرفی شد هم توی نوت 7 بهتر شده و امکان شخصی‌سازی بیشتری بهش اضافه شده. خیلی‌ها به سامسونگ واسه اینکه امکان اضافه کردن حافظه جانبی رو از نوت 5 حذف کرده بود اعتراض کرده بودن. به همین خاطر سامسونگ برای نوت 7 دوباره این قابلیت رو اضافه کرده و حتی حافظه داخلی پایین‌ترین مدل نوت 7 هم به جای 32 به 64 گیگابایت رسیده. به غیر از حافظه تغییرات زیاد دیگه‌ای توی سخت افزار نوت 7 نیست که چندان چشمگیر باشه. پردازنده او هم ارتقا پیدا کردن ولی نه اونقدر که تفاوتش تو عملکرد گوشی به چشم بیاد. باتری نوت 7 هم بزرگتر شده ولی سرعت شارژش مثل نوت 5 مونده، پس مدت بیشتری طول میکشه تا کامل شارژ بشه. به غیر از این پورت USB-C هم جایگزین پورت قبلی شده و سامسونگ توی جعبه نوت 7 تبدیل این پورت رو هم گذاشته که با کابل‌های قدیمی مشکل پیدا نکنید. اما استفاده از گجت‌های واقعیت مجازی قدیمی با نوت 7 رو باید فراموش کنید و برید سراغ ورژن جدیدی که سامسونگ همزمان با نوت 7 معرفی کرد. دوربین نوت 7 دقیقاً همون دوربین 12 مگاپیکسلی دوال پیکسلی هست که روی گوشی‌های S7 و S7 Edge بوده و این یعنی از بابت کیفیت عکاسی و فیلمبرداری با نوت 7 خیالتون راحت باشه. البته نرم افزار دوربین نوت 7 یکم تغییر کرده و کار کردن باهاش خورده آسان‌تر شده. به غیر از سرعت فوکوس فوق‌العاده این دوربین، کیفیتش هم نسبت به دوربین نوت 5 خیلی بهتر شده و تفاوتش رو کاملاً میشه دید. در کل نسخه جدید گوشی‌های سری نوت سامسونگ مثل همیشه با امکانات جدید و کاربردی معرفی شد و به نظر میرسه نوت 7 گوشی خیلی خوبی باشه.
از اونجایی که تو 4 رنگ هم وارد بازار میشه دستتون توی انتخاب بازتره. اما اگه نوت 5 دارید و میخواید گوشیتون رو به نوت 7 ارتقا بدید بهتره صبر کنید، چون قیمت نوت 7 احتمالاً ارزش تنها 1 سال استفاده تا موقع رسیدن به نسخه بعدی نوت رو نداره. به سایت ما سر بزنید و برامون بنویسید دوست دارید بررسی چه محصولاتی رو براتون تهیه کنیم. نظرها و پیشنهاداتتون هم میتونید توی سایتمون هم تو شبکه‌های اجتماعی مختلف برامون بفرستید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید.